امروز دلم گرفته بود. نه برای چیزی خاص، نه برای کسی. فقط یه دلتنگی عجیب. از اونایی که میریزه زیر پوستت و آرومت نمیذاره. ناخودآگاه را افتادم سمت خونه پدرم. همون خونه قدیمی که صدای خنده هام توی دیواراش مونده. وارد که شدم یه چیزی توی دلم لرزید. مامانم نشسته بود یه گوشه اتاق کنار پنجره نیمه باز. نور آفتاب افتاده بود رو صورتش و با دستای خودش و نخایی که مثل رنگین کمان دورش پخش شده بود داشت چادر شب میبافت. یه لحظه دلم خواست زمان وایسته. همونجا توی همون اتاق، توی همون هوا. چقدر این تصویر آشنا بود، اما چقدر فراموشش کرده بودم. نخها رو یکی یکی تو هم قفل میکرد، مثل تکه های زندگی ما. مثل سروری هایی که دیده نمیشن، مثل عشق هایی که کسی نمیبینه و مثل لبخند هایی که فقط مادرها بلدن قایمش کنن پشت کار. چادر شب فقط یه پارچه نیست، یه روحه، یه نفس گرم، یه قصه است. قصه یه زنهایی که با دستاشون زندگی میسازن. این هنر نیست، این عشقه. عشقی که بافته میشه، گره میخوره، رنگ میگیره، اما هیچ وقت کم رنگ نمیشه. مامانم از همون زن هاست، از همون هایی که هیچ وقت دیده نمیشن، اما همیشه ستون خونن. از بچگی یادم همیشه یه چیزی میبافت. لباس، گلیم، چادر شب و خاطره. اما حالا که بزرگ شدم میفهمم اون همیشه ما رو میبافت. گاهی فکر میکنم ما فراموش کردیم چقدر زیبایی اطرافمونه. فراموش کردیم که همین دستای چروک خورده، همین نخهای رنگی، همون چیزهایی هن که ما رو شکل دادن. توی کانال زندگی رنگی من نمیخوام فقط از موفقیت و رویا بگم، میخوام از واقعیت هم بگم. از اون لحظه هایی که بی صدا اما پررنگن. میخوام از مادرهایی که هنوز دارن میبافن، با عشق، با دل، با جون بگم. شاید اون چیزی که ما گم کردیم توی همین اتاق ساده کنار نخهای رنگی و دستای مادره. داشتم از پشت دوربین نگاش میکردم، اما انگار دوربین فقط یه بهانه بود. دلم میخواست تمام این لحظه ها رو ثبت کنم توی قلبم. فکر کردم به تمام اون سالهایی که مامانم با همین دستا برام لباس دوخت، غذا پخت، اشکامو پاک کرد و گفت اشکال نداره، درست میشه. الان که نگاش میکنم میفهمم اون وقتها چقدر قوی بود. قوی تر از هر زنی که توی فیلم ها نشون میدن. چادر شب تو دستاش فقط یه پارچه نیست، یه جور زبان خاموشه برای گفتن چیزهایی که هیچ وقت با صدای بلند نگفت. یه جور دلداری دادن بی کلام. برای خودش، برای من، برای همه زنهای دنیا که بی صدا می جنگن. گاهی ما دنبال زیبایی تو چیزهای عجیب و گرونیم، اما کاش بدونیم زیبایی واقعی تو همین صحنه هاست. یه مادر که داره می بافه، یه دختر که نشسته ساکت تماشا میکنه و یه زندگی که آروم آروم داره رنگ میگیره. این ویدیو فقط یه تصویر نیست، یه یادآوریه برای خودم که هر وقت دلم گرفت برگردم به همین لحظه، همین نخها، همین لبخند، همین مهر. چون گاهی برای ادامه دادن فقط کافیه یادمون بیاد از کجا اومدیم، از کی یاد گرفتیم قوی باشیم و چطور باید دنیا رو رنگی تر ببینیم.
اگه دلت برای سادگی، برای ریشه هات، برای آرامش تنگ شده، بیا با هم از نو ببافیم. رنگ به رنگ، دل به دل، اینجا توی زندگی رنگی من.